به نام خدا. سلام دوستان، محمد جواد صبری هستم، مدرس رسمی کمپانی میکروتیک و با ادامه دوره MTCNA مون در خدمت شما بزرگوارم. این دوره MTCNA داره از طریق وبسایت توسینسو خدمت شما بزرگواران ارائه میشه و اگر این دوره رو از طریق وبسایت توسینسو تهیه میکنید پشتیبانی رو هم دریافت خواهید کرد و میتونید سوالاتتون رو در بخش پشتیبانی دوره در وبسایت توسینسو مطرح بکنید و هر روز ساعت 9 صبح و 5 عصر من به وبسایت میام و پاسخگوی سوالای شما بزرگواران هستم. خب میریم به سراغ سرفصل این جلسه‌مون. میخوایم در مورد NTP صحبت بکنیم. NTP مخفف Network Time Protocol هست که به ما این اجازه رو میده که دیوایس های داخل شبکه رو با یک سروری که ساعت دقیق و به روزی داره ساعت رو سینک بکنیم. یعنی شما اگر 10 تا دیوایس میکروتیکی داری داخل شبکت میتونی یه دونش رو NTP سرور بکنی، بقیه رو NTP کلاینت و ساعت تمام دیوایسات با اون دیوایس NTP سرور سینک باشه و یکسان باشه. حالا خود اون NTP سرور هم میتونه با یک NTP سرور جهانی سینک بشه که ساعت کاملا دقیق و درست باشه. NTP با پروتکل UDP کار میکنه و پورت 123. اگر فایروالی دارید حواستون باشه که باید این پروتکل و پورت باز باشه. اگر هم کانفیگ روی فایروال میکروتیک ندارید که پیش‌فرض همه پورت‌ها و پروتکل‌ها باز هست. حالا برای اینکه شما بتونید NTP کلاینت را بندازید روی دیوایس میکروتیکیتون و از یه دیوایس دیگه ساعت دریافت بکنید نیاز به پکیج اضافه نیست برای نصب. اما اگر میخواین NTP سرور را اندازی بکنید و به دیگر روترهای داخل شبکه یا به دیگر دیوایس‌های داخل شبکه تنظیمات ساعت رو به صورت دقیق ارائه بکنید، حالا ساعت و تاریخ رو، باید در نسخه روتر OS ورژن 6 پکیج NTP رو نصب بکنید. اما توی نسخه 7 نیاز به نصب پکیج اضافه نیست. پس ما حواسمون رو جمع میکنیم که برای راه اندازی NTP سرور در ورژن 6 روتر OS نیاز به نصب پکیج NTP داریم که خب نصب پکیج ها رو هم که پیشتر تو قسمت های ابتدایی کامل بهتون آموزش دادم. خب حالا برای این که ما بتونیم یک NTP سروری داخل شبکه راه اندازی بکنیم خود روتر ما باید در وهله اول NTP کلاینت بشه. این تصویر رو ببینید. من اینجا یه تغییر کوچیک بدیم. خب این یه روتره که میخوایم NTP سرورش بکنیم، اما قبل از اینکه این روتر رو NTP سرور بکنیم خودش باید NTP کلاینت یک NTP سرور دیگه بشه. من یه دونه روتر HPX3 دارم که به اینترنت وصله و میتونم با یک NTP سرور جهانی ساعتش رو سینک بکنم. با توجه به اینکه نسخه سیستم عاملش روتر OS 7 هست، خب نیاز به هیچ پکیجی برای نصب ندارم، چه برای NTP کلاینتش چه برای NTP سرورش. حالا برای اینکه بتونیم ساعت رو از یک NTP سرور جهانی بگیریم باید حواسمون باشه که یک، روی روترمون باید DNS ست بکنیم، دو، آدرس اون NTP سرور رو در NTP کلاینت روترمون بزنیم تا ساعت رو بتونیم دریافت بکنیم. این میشه وهله اول یا قدم اول برای راه اندازی NTP سرور. خب حالا میریم به روترمون و با هم کار رو آغاز می‌کنیم. خب این یک روتر HPX3 هست که ورژن روتر OSش 7 و خب ما الان می‌خوایم NTP کلاینت روش راه اندازی بکنیم. میریم به منوی سیستم، منوی NTP کلاینت. برای اینکه بتونیم NTP کلاینت راه اندازی بکنیم جدا از این که باید فعال بکنیم و یک NTP سروری رو بهش معرفی بکنیم، باید در منوی IP زیر منوی DNS حتما ما یک DNSی داشته باشیم. حالا این DNS میتونه به صورت دستی باشه همونطور که الان من وارد کردم، میتونه به صورت اتوماتیک از یک DHCP سروری گرفته شده باشه یا توسط یک کانکشن PPOE DNS اومده باشه. مهم اینه که اینجا ما تنظیم DNS باید داشته باشیم. مثلا یک DNS دیگه هم اضافه بکنیم. اینم هست. الان در منوی DNS 2 تا DNS داریم دیگه. خب به وبسایت ntppool.org میریم و میتونیم در قسمت زونها آسیا ببینیم که خود ایران هم
یک NTP سرور مشخصی داره. حالا ما میتونیم از DNS سرور کشورهای دیگه یا جهانی هم استفاده بکنیم، اما نکته‌ای که هست پینگ NTP سروری که داخل ایران هست خب خیلی پایین‌تر و سریعتر فرایند سینک شدن ساعت و تاریخ انجام میشه. خب یه کپی میگیرم، میام داخل روترم، NTP کلاینت فعال میکنم، در بخش NTP سرور پیستش میکنم. یه اسپیس اضافه اینجا داره، یه اسپیس اضافه هم اینجا، حواسم هست که اشتباه نشه. اپلای میکنم، میبینید میره تو حالت ویتینگ، یه چند ثانیه‌ای طول میکشه و میشه سینکرونایزد، یعنی ساعت با این سرور سینک شده و دقیق شده، حتی ثانیه‌اش هم درست هست. خب حالا تا اینجا ما اومدیم ساعت روترمون رو با NTP سروری که حالا مربوط به ایران هست سینک کردیم. حالا خود روترمون میخواد NTP سرور بشه برای دیگر روترها یا دیگر دیوایس های داخل شبکمون. برای این کار با توجه به اینکه ما روتر OS روترمون نسخه 7 است، نیاز به نصب پکیج اضافه نداریم. فقط میریم به منوی سیستم، زیر منوی NTP سرور. اینجا فقط و فقط کافیه که ما تیک اینیبل رو بزنیم و بعد از اون دیگه NTP سرورمون آماده استفاده است و میتونیم دیگر دیوایس ها رو باهاش ساعتش رو سینک بکنیم. یه نکته هم بگم، اگر شما در روی روترتون DHCP سرور دارین، یعنی من مثلا 2 تا DHCP سرور دارم، میتونید در تنظیمات نتورک به اون DHCP سروری که مد نظرتون هست، علاوه بر این که مثلا حالا دارین IP، گیتوی، DNS و این دور تنظیمات رو به کلاینت ها میدین، بیاین و به کلاینتاتون بگید که روترتون NTP سرور هست. ببین این کاری که من الان کردم، تو بخش NTP سرور IP خود روترمو زدم و تمام دیوایسام مثل حالا سیستمم، موبایلم، لپتاپم، هر دیوایسی که وصل میشه خب علاوه بر اینکه تنظیمات IP رو دریافت میکنه، خب تنظیمات NTP رو هم میگیره. این تا اینجا. حالا من یه روتر دیگه داخل شبکه آوردم، بریم اونو باز بکنیم و NTP کلاینتش بکنیم به این روتر HPX3 که الان دارم. خب این یه روتر دیگه است که این هم نسخه روتر OSش 7 و ما میخوایم این روتر دوم NTP کلاینت روتر اولمون باشه که این دوتا هم داخل شبکه ماست. کاری که میکنیم میایم تو منوی سیستم، NTP کلاینت، تیک اینیبل رو میزنیم و IP روتر NTP سرور رو اینجا وارد میکنیم. ببین یه نکته، حتما باید پینگ داشته باشیم، یعنی ارتباط لایسه‌ای داشته باشیم، پینگش برقراره. حالا وقتی که اپلای میکنم بعد از چند ثانیه از ویتینگ به حالت سینکرونایز باید در بیاد. خب همونطوری که میبینید الان این روتر دوم با روتر اصلیمون که NTP سرورمون هست تایمش سینکرونایز شده و اگر هم الان اینجا تایم و دیت رو بیاریم میبینیم که ساعت باید یکی باشه. دلیلی که الان اینجا ساعت رو داره 13 نشون میده اینه که در تنظیمات منوی سیستم، خب منوی سیستم زیر منوی کلاک، اینجا تایم زونش روی منواله، در صورتی که باید روی آسیا و تهران باشه، ترتیب حروف الفبا. حالا ببینم تهران. حالا که اپلای بکنم اینجا میبینیم که دقیقاً ساعت با هم سینک هستش. خب این هم از تنظیم NTP کلاینت و NTP سرور در نسخه 7 سیستم عامل روتر OS. توی نسخه 6 هم دقیقاً همینه، هیچ فرقی نمیکنه. فقط نکته‌ای که داره، برای راه اندازی NTP سرور شما نیاز به نصب پکیج NTP در روتر OS نسخه 6 دارید. همین، هیچ فرقی نمیکنه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید، براتون مفید باشه و توی پروژه‌هاتون استفاده بکنید. اگر که دوست دارید لطفاً این ویدیو رو لایک بکنید، چنل ما رو سابسکرایب بکنید و اگر از طریق حالا اینستا با ما آشنا شدید حتما پیج اینستامون رو فالو بکنید و با ما همراه باشید. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.